نباید دلی کینه داشته باشد. اگر دل انسان کینه و بغض و عداوت داشته باشد، خدا در اون دل نمی آید. دلها را باید پاک بکنیم که خدا در دلها بیاید. دلمان را خانه رب العزت و الجلال قرار بدیم، نه اینکه دلمان را خانه برای شیاطین قرار بدیم که شیاطین باید تصرف بکند. دل ما خانه رب العزت و الجلال. وقت دل خانه رب و مولا شد، کینه ندارد، عفو و گذشت دارد، بندگان خدا را دوست دارد با دل و جان. پیامبر علیه السلام میفرمایند یک لبخند به طرف برادر مسلمان تو صدقه، باید در بگذاریم. پیامبر علیه السلام در غزوه احد صورت مبارک خونالود می شود، دندان مبارک می شکند. بعد برای پیامبر میگن این قوم تو چنین کار در برابر تو انجام دادن، دعا کن که خدا اینها را نیست و نابود بکند. سبحان الله. دعا کن، اینها چهره مبارک تو را خونالود کردن، دعا کن خدا اینها را نیست و نابود بکند. رسول الله با چهره خونالود دست به درگاه رب العزت دراز می کند. خون جاری از جبین پیامبر، از صورت پیامبر. میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا تو قوم مر هدایت کن، اینها نمیدانند. این گذشت، این بخشش. ما خیلی ها تا حال درسی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیاموختیم. جبین پیامبر خونالوده، همه میگن دعا کن که خدا اینها را نیست و نابود بکند. رسول الله میگه خدایا اینها را تو هدایت کن که اینها نمیدانند. این یعنی اسلام، این یعنی اطمینان. باید چنین دلهای داشته باش. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. پیامبر الگوه، الگوی خوبی است. پیامبر در برابر چنین عمل جاهلانه میگه خدایا اینها را هدایت بکن، اینها نمیدانند. امروز ما چگونه هستیم؟ اگر یک برادر حرف جاهلانه گفت، هیچ زمان ذهن ما و خاطر ما و فکر ما فراموش نمی کند. این دلها را پاک بکنیم تا خدا رب العزت و الجلال در درون دل بیاید. بندگان محبوب رب العزت و الجلال و اذا خاطبهم الجاهلون، وقت جاهلا اونها رو مخاطب میکنن، دشنام میدن، فحش میگن، قالوا سلاما. علما میگویند سلام از تسلم گرفته شده به معنای سالم ماندن. ای کسی که مرا دشنام دادی، ای کسی که عمل جاهلانه در برابر من انجام دادی، من تو را دشنام نمیدهم، من حرف ناشایست برای تو نمیگویم. سلاما، تو از دست و زبان من سالمی. پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم مسلمان کسی است من سلم المسلمون من لسانه و یده، که مسلمان ها از دست و زبانش در امان باشند. این یعنی مسلمان، این یعنی مؤمن، این یعنی عباد الرحمن. قلبمان را پاک باید بکنیم عزیزان.